گویند کسی بود که بسیار دغل بود، شیطان تر از ابلیس گمانم ز ازل بود. پیش زن و فرزند خود اخلاق سگی داشت، در کوچه و بازار ولی عین عسل بود. هرگز به کسی وعده بیهوده نمیداد، مانند امیران وطن اهل عمل بود. با شعر نو شعر کهن حال نمی کرد، زیرا که دلش در گرو عشق غزل بود. البته غزل اون غزل مد نظر نیست، این دختره با حاجی ما بچه محل بود. روزی 2-3 جا محفل پر جاذبه ای داشت، در نوع خودش نابغه بحث و جدل بود. می گفت عرق از نظر شرع حرام است، منظور وی اما عرق زیر بغل بود. با هر کس و ناکس همه جا رابطه ها داشت، چون معتقد رابطه بین ملل بود. تا اینکه بگیرد خبر از عالم بالا، شبها پی تنظیم کد دیش و دکل بود. میداد تکانگاه کمی هیکل خود را، هم بیشتر اون منطقه که زیر کسل بود. حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی، این پند حکیمانی از شیخ اجل بود.